یکی رسید دکان لیوان فروشا. این لیوان فروش لیوانا رو دمر گذاشته بود. مشتری اومد رد شه، خدا نگاه کرد و دید دره بسته. گفت آقای لیوان فروش چرا لیوان شما درش بسته؟ بعد بالایی که گفت تهشم که سوراخه. این لیوان فروشی گفت آقا جون لیوانو ازی بر بگیر، اشکالات بسیاری از اشکالات که ما به خدا میکنیم چون دنیا رو بریم ببینیم. مثلا میگه خدایا مگه تو عادل نیستی؟ پس چرا میکروب خلق کردی؟ پس چرا گرما، چرا سرما، چرا سیل، چرا زلزله، چرا رعد، چرا برق، چرا 1,000,000 اشکالی که مردم به خدا میکنن به خاطر که دنیا رو اجازه میدن. چون نگاهشون به دنیا اینه که دنیا اومدیم خوش باشیم. همین که خوشی برطرف شد میگیم خدای چرا؟ دنیا میدون رشده. تو میدون رشد باید ابزار تلخی هم باشه.